بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه و سلم. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، درباره مهر همسران پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هر آینه حدیث در امام مسلم است 1426 از ابی سلمه ابن عبد الرحمن هر آینه فرمودند، گفت که سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ابی سلمه ابن عبد الرحمن گفت که پرسیدم مادرمان عایشه رضی الله عایشه همسر پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را که مهری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر بود؟ مهری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر بود؟ مادرم عایشه گفت كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشا. گفت که مهری پیامبر صلی الله علیه و سلم برای همسرانش 12 اوقیه و نشه. قال اتدری ما نش؟ گفت که تو میدانی که نشه چیست؟ گفت که نه. مادرم عایشه گفت که نصف الاوقیه، ای نیم اوقیه، یعنی که 12 و نیم اوقیه از طلا، یک مقداری معینی چی است ده وزن. پس میگه که فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلی الله علیه و سلم لازواجه. میگه این چی است؟ این 500 درهم این مهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای همسراش. ابن خلدون چی میگه؟ ابن خلدون میگه که اجماع قرارداد شده است که از اول اسلام و عهد صحابگان و تابعینان که درهم شرعی هو الذي تزن 10 منه 7 مثاقيل من الذهب. میگه وزنش چی بود؟ 10 میگه خی 7 مثاقیل از طلا. والاوقیه منه 40 درهما. یک اوقیه چند قمشید؟ یک اوقیه میگه 40 درهم میشود. 40 درهم یک اوقیه، در گفت 12 و نیم اوقیه از طلا، یعنی که یک اوقیه گفتیم 40 درهم می شود. پس اگر که ما همون درهم برکشیم به گرم، چند گرم می شود؟ درهمو میگه 2 کیلو 975 گرم. 2 کیلو 975 گرم. پس میگه مهری همسران پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم و پول ریال سعودی مثلا میگیریم، و پول ریال سعودی اگه حاضر نمیدونم ریال سعودی چند قاین یکی مثلا میشوه که 1000 خیلی دلارش بگیم برای که بهتر از دلار. و دلار قطعی میگه 396 دلار و از 7 $396 از 10 تقریبا
مهر می شود. 500 درهم